تحقیقات دانشگاه ییل نشون میده کسانی که در محیط‌های پر استرس کار میکنن تا 2 برابر بیشتر ممکنه که خوردن هیجانی و احساسی داشته باشن. همین تغییر ساده میتونه کمک بکنه که بهره‌وری در سازمان بیشتر بشه و رضایت شغلی بالا بره. شرکت سب با گذاشتن برنامه‌های مدیریت استرس و سلامت تونسته به میزان قابل ملاحظه در هزینه‌های به خاطر بیماری و غیبت از کار صرفه‌جویی بکنه. دقیقاً به همین دلیل لاکتو کارگاهی رو طراحی کرده که در اون مدیریت خوردن احساسی و واکنشی رو آموزش میده. این کارگاه به شکل یک سخنرانی نیست، کاملا تعاملیه و افراد در قالب چالش‌ها و در گروه‌ها دسته‌بندی میشن و میتونن خیلی خوب یاد بگیرن که چطور حتی در شرایط پرمشغله و پر استرس انتخاب‌های سالم‌تری داشته باشن، چطور بین خوردن احساسی و خوردن هیجانی و اشتهای واقعی تفکیک قائل بشن، چطور ولع کاذبشون رو در شرایط پر استرس کنترل بکنن و چطور با ذهن آگاهی انتخاب‌های سالم غذایی رو داشته باشن. خبر خوب این که 5 شرکت اولی که بالای 200 پرسنل داشته باشن میتونن این کارگاه رو کاملا به صورت رایگان دریافت کنن. اینجا لاکتو کنار شما میایسته تا با کنترل استرس و داشتن انتخاب‌های غذایی سالم‌تر نیروهای پرنشاط‌تر و پر انرژی تری داشته باشید.